زمانی که لوکس‌ترین خودروی آمریکایی در ایران تولید می‌شد. کادیلاک سویل یکی از لوکس‌ترین خودروی آمریکایی بود که تنها ایران در خارج از ایالات متحده آمریکا کارخانه تولید کادیلاک رو داشت. یه خودروی مونتاژ شده بی‌نظیر و نمادی از قدرت در جاده‌های ایران بود. جعفر اخوان کسی بود که در سال 1335 شرکت جیپ رو در ایران تأسیس کرد و عملاً صنعت خودروسازی رو به ایران آورد. این شرکت جیپ شهباز و وانت سیمرغ و جیپ آهو رو در خط تولیدش قرار داد. اما جعفر اخوان برای تولید زیباترین خودروهای جهان تلاش می‌کرد. اون تونست در سال 1352 شرکت جنرال موتورز آمریکا رو راضی کنه که ماشین‌های آمریکایی در ایران تولید کنند و اسم شرکت جیپ رو هم به جنرال موتورز تغییر داد. و خودروهای لوکس مثل کادیلاک سویل تا سال 57 در شرکت جنرال موتورز ایران تولید می‌شد. اما با انقلاب 57 تولید این خودرو در ایران متوقف شد و مردم در یک چشم به هم زدن اخوان رو از صحنه اقتصاد ایران محو کردند. کارگران شرکت جنرال موتورز در بهمن 57 دست به اعتصاب 45 روزه زدن و اخوان از کشور خارج شد. شرکت به دولت واگذار شد و نام شرکت پارس خودرو تغییر کرد. اخوان در سال 1362 در سن 73 سالگی در پاریس درگذشت. کادیلاک سویل در سال 1356 با قیمت 198,000 تومان عرضه می‌شد و خودرویی بود که میتونست جای پژو و پراید رو در ایران بگیره.